وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین موهریدین روز 12 اپریل سال 2024 در سخنرانیش در مجلس شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو اتحاد مستقل در شهر مینسک پایتخت بلاروس اظهار داشت که هنگام تفتیش حمله تروریستی 22 مارس در مسکو مقامات حفظ حقوق باید معیار و پرینسیپ‌های حقوق بین المللی و طلبات قانونگذاری خود را به خصوص در مورد احتمال بیگناهی، منع شکنجه و مناسبت بیرحمانه رعایت کنند. در این باره بعضی پلیوس از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر دادند. سیراج‌الدین موهریدین همچنین ذکر کرد که نمایش نوارهای بازداشت عاملان احتمالی حمله تروریستی روز 22 مارس در مسکو با استفاده از شکنجه علیه آنها غیر قابل قبول است. ارزش اعترافی که با این را به دست آورده شده است به همه معلوم است. به این ترتیب سیراج‌الدین موهریدین از بین اعضای بلندپایه حکومت تاجیکستان نخستین نفر گردید که در سطح رسمی مسئله استفاده شکنجه به ضد تاجیکستانی‌های متهم به دست داشتن در حمله خونین در کراکوس سیتی هال در کراسنوگورسک در کنار مسکو را مطرح کرد. تا کنون درباره در سطح غیر رسمی و بیشتر در بین مردم عادی گفتگوزار بود، نه در سطح رسمی. وزیر خارجه تاجیکستان در سخنرانیش در مینسک همچنین از راه‌اندازی شدن معرکه ضد تاجیکان در این اواخر اظهار نگرانی کرد. در نتیجه یک معرکه اطلاعاتی نادرست نسبت به شهروندان تاجیکستان و تاجیکان تصور منفی تشکیل می‌یابد که به این راه دادن لازم نیست، گفت وزیر خارجه جمهوری. سیراج‌الدین موهریدین افزود که در فضای اطلاعاتی اسنگ تشکل یافتن فضای نفرت، بیگانه‌ستیزی و نژاد پرستی نسبت به شهروندان کشورهای خارجی قابل قبول نیست. وزیر کارهای خارجه جمهوری اظهار داشت که جانب تاجیکستان انتظار دارد که تفتیشات حمله تروریستی روز 22 مارس در مسکو بی‌غرضانه و عادلانه صورت می‌گیرد. همه باید جزا گیرند. سازمان دهندگان، عاملان، شریکان و فرمایشگران این جنایت مدهش، تاکید داشت سیراج‌الدین موهریدین. ضمن سخنرانیش در جلسه شورا سیراج‌الدین موهریدین ذکر کرد که تاجیکستان در طول 13 ساله با چالش‌های بی‌سابقه امنیتی روبرو است. به عقیده او ضرورت بی‌تأخیر بلند برداشتن ثمره‌ناکی فعالیت مرکز ضد تروریستی اتحاد دولت‌های مستقل فرا رسیده است. حادثه‌هایی که در افغانستان رخ می‌دهند نه تنها به فضای اتحاد دولت‌های مستقل تاثیر می‌رسانند، بلکه می‌توانند به تغییر توازن ژئوپلیتیکی قدرت‌ها در تمام قطعه اوراسیا باعث شوند، تأکید کرد وزیر خارجه تاجیکستان. یادآور می‌شویم روز 22 مارس سال 2024 4 نفر مسلح به تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو حمله آورده ازدحام را تیرباران کردند. بر اثر تیرباران و سوختار 145 نفر کشته شدند. با اتهام دست داشتن در این حمله دست کم 17 نفر دستگیر شدند که 15 نفرش از جمله همه 4 متهم اساسی زادگان تاجیکستانند. مسئولیت حمله کراسنوگورسک را سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت، ولی مقامات روسیه تلاش دارند که اوکراین را به دست داشتن در این حمله حیف‌دار کنند.